آیا این رابطه از روی صمیمیت است یا معامله است؟ توقع دارین به شما زنگ بزنه، توقع دارین که همراهتان خوش رفتاری کنه، توقع دارین که وام در جوابتان بنویسه سلام. چو می توان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. یک لحظه صبر کنین. مایک را که امروز دست گرفتیم میخوایم یک سخن را بگوییم که مطمئن هستم سودمند واقع خواهد شد. امروز صحبت ما با تمام افراد که در طیف‌های مختلف از جامعه زندگی میکنن با اونا است. کسایی که سر رابطه هستن، کسانی که همدیگر بسیار و بی‌نهایت دوست دارن، عاشق همدیگر هستن، کسانی که صمیمیت دارن، کسانی که نسبت به همدیگر اخلاص دارن. صحبت‌های ما با او افراد اشخاص هستن. اول از شما میپرسم که رابطه‌ای را که شما با طرف مقابل دارین، با همسرتان، با برادرتان، با دوستتان، با عزیزتان، با خواهرتان، با فرزندتان، آیا این رابطه از روی صمیمیت است یا معامله است؟ بسیاری از اوقات روابط ما یک معامله است. تشریح میکنم که چی معنا، خود ما متوجه نمیشیم که این معامله است. نگفتین چگونه؟ اگر طرف مقابل به شما پیام میکنه که سلام، توقع دارین که وام در جوابتان بنویسه سلام. اگر برتان زنگ میزنه، توقع دارین به شما زنگ بزنه. اگر همراهش خوش رفتاری میکنین، توقع دارین که همراهتان خوش رفتاری کنه. اگر او را از دل و جان دوست دارین، عاشقانه دوست دارین، توقع دارین طرف مقابل نیز چنین باشه. ولی در بسا از موارد شرایط طرف مقابل شبیه شرایط شما نیست. شما را دوست داره، نسبت به شما اخلاص داره، ولی عمل بالمثل شما کردن نمیتونه. حال این مسئله از دو حالت خالی نیست. حالت اولی که اگر شما میخواین که عمل بالمثل کنه، پس این معامله است. ولی اگر بر شما تفاوت نمیکنه که سلام شما را همیشه جواب بگویه یا نه، همیشه وقت در برابر هر زنگتان او هم زنگ بزنه یا نه، اخلاص و صمیمیتتان از ته قلب است، پس این معامله نیست. بیاین انسانها را به خاطر وجود خودشان دوست داشته باشیم. اعمال و لطف خود در حقشان حساب نکنیم. رفتارهایی را که میکنیم توقع عین رفتار بالمثل نداشته باشیم. خواهری که شوهرت بی حد و اندازه دوست داری، پیام بگذار. فرق نمیکنه که پیامت جواب داد یا خیر. ابراز علاقه مندی کو، بگو عاشقت هستم، دوستت دارم. توقع نداشته باش که هم چنین پیام را که تو دادی عین پیام او برات بده. شاید خوشحالی زیاده از دریافت کردن پیام تو او به دست بیاره. شاید مصروفیت ها بعض اوقات سبب شده باشه که او نتانه فراغتی را که تو داری به مثل تو شب و روز پیام بگذاره و سلام و کلام کنه. اگر چند حق چنین است که باید این رفتار او نیز باید بکنه. ولی در بس آزمار که روابط ما بر هم و در هم میشه، دلیلش چیست که این روابط به اساس یک معامله استوار است. اگر خشوع تو را دوست داره، باید و به تو احترام داره، باید مادر شوهرت نیست تو را دوست داشته باشه، باید احترام داشته باشه و این توقعی بی جای است. تو شخصیت جدا داری و خانمت شخصیت جدا داره یا شوهرت شخصیت جدا داره. انسان ها متفاوت است. انسان ها را با تفاوتشان بین که بپذیریم. چرا کاسه صبر ما در برابر عزیزای ما بیشتر اوقات پر میشه و لبریز میشه، در حالی که باید جور ستم را که ما از عزیزای خود در بس آزمار آن هم نافهمیده به ما میرسه، باید بیشتر و به شکل خوبتر و صحیحترش از او بگذاریم. سعدی چیزی با میفرمایه که چو میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم.
از روی ناگزیری، چون دشمن من ظلم میکنه، از روی ناگزیری تحمل میکنم. چرا در بس از مورد یک ستم که از عزیز و محبوب من میرسه، چرا او را صبر نکنم؟ در حال که دشمنان زیاد رفتارهای زشت دارن، او را تحمل میکنم. ناآشنا افراد، اشخاصی که در واقع انسانان ددمنش هستن، رفتار زشت دارن، تحمل میکنم. چرا یک رفتار ناموزون از عزیز و از محبوب خود تحمل نکنم؟ چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟